مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم دالشونی رو های گلزار جابجا. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. امروز قصد داریم که در برنامه پشت پرده افشا بکنیم پشت پرده نایاک یا همون شورای ملی ایرانیان امریکا رو که این روزها حسابی در فضای مجازی جنجال به پا شده در خصوص نایاک و عده‌ای معتقدن که نایاک لابی جمهوری اسلامی در امریکا. خلاص امروز میخوام در برنامه پشت پرده های نایاک رو برای شما افشا بکنیم، هرچند انقدر روابط در نایاک پیچ در پیچ و تو در توه و انقدر اطلاعات و دیتاهای عجیب و غریب از نایاک و اعضاش افشا شده. اگر بخوایم راجع به نایاک صحبت بکنیم باید 3-4 قسمت صحبت بکنیم و مستند بسازیم که این تنها قسمت اول افشاگری ما در خصوص نایاک هستش. شاید با خودتون بگید که چرا این موضوع تو این ویدیو نگفتی، چرا این جامون، چرا اون جامون. نگران نباشید، این تازه قسمت اوله و قراره که چند قسمت راجع به نایاک افشاگری بکنیم. نایاکی که بهتون گفتم عده‌ای معتقدن که لابی جمهوری اسلامی در امریکا و سعی میکنه که شرایط داخل ایران رو برای مقامات امریکایی خوشگل و شیک و باحال و گوگلی و مامانی نشون بده و اصلا بگه تو ایران اتفاقی نیافتاده و به نوعی عادی سازی رو انجام بده. البته خود نایاکی ها معتقدن که همچین کاری رو انجام نمیدن و آدم‌های ضد جنگ و ضد تحریم هستن، ولی خب اعمال و رفتارشون چیز دیگه ای نشون میده. نایاک سال 2002 توسط این چهره تریتا پارسی تأسیس شد، یعنی شورای ملی ایرانیان امریکا، که در جهت حمایت از حقوق ایرانیان امریکا گفته بودن تأسیس شده. با توجه به اینکه توی امریکا ما، یعنی ایران اصطلاحاً سفارت نداره، کنسولگری نداره، گفته بود که ما یه شورایی داریم تشکیل میدیم، سازمانی داریم تشکیل میدیم که بخوایم حمایت بکنیم از حقوق ایرانیان. اولش هم که شروع کرد و نایاک رو تأسیس کردن این آقای تریتا پارسی که حالا راجع به ایشون هم صحبت خواهیم کرد، اومده بود مثلا برای صدور ویزا و برای کارهای مختلف و مشکل کار و اینکه یه سری از شرکت‌های امریکایی ایرانی ها رو تحریم کرده بودن، رفت توی دادگاه و جای مختلف شکایت کرد که آقا ایرانی ها حق زندگی دارن، ایرانی ها باید کار بکنن. خلاصه خیلی خوب پیش رفت و به نوعی اعتماد سازی کرد. بیشتر راجع به نایاک خواهیم گفت. اول راجع به تریتا پارسی بگیم. تریتا پارسی متولد 1974 هستش، هم استانی منه، اهل استان خوزستان، البته شهر بهبهان، میگن که زرتشتیه و موقعی که 4 سالش بوده به سوئد مهاجرت میکنه به همراه خانواده‌اش، یعنی خانواده‌اش مهاجرت میکنه که 4 سالش بوده، خوشش نمیتونسته مهاجرت کنه. میرن سوئد و توی سوئد درس میخونه، دکترای سیاست خارجی میگیره و بعد از اون به امریکا مهاجرت میکنه. با یه شخصی به اسم هوشنگ امیراحمدی آشنا میشه. هوشنگ امیراحمدی یک مؤسسه رو داشته به اسم آیاک. جالبه که بعد از اون تریتا پارسی نایاک رو زده بوده، اما خودش وقتی رفت بود امریکا رفت بود پیش این آقا هوشنگ کار کرده بود. هوشنگ جانم مؤسسش کارش این بوده که لابیگری میکرده واسه شرکت‌های نفتی و اقتصادی امریکا برای حضور توی ایران. یعنی کارش این بوده و تریتا پارسی اصطلاحاً لابیگری رو از طریق هوشنگ امیراحمدی یاد گرفت. هرچند همین آقای هوشنگ امیراحمدی بعدها اومد افشاگری کرد و گفتش که تریتا پارسی به کمک ظریف وزیر سابق امور خارجه ایران نایاک رو تأسیس کرده بوده و لابی جمهوری اسلامی و عملاً داره برای جمهوری اسلامی کار میکنه، یا اصطلاحاً حافظ منافع جمهوری اسلامی. بازم میگم که نایاک این قضیه رو به شدت تکذیب کرده. اما به هر حال تریتا پارسی کار رو از این آقا هوشنگ یاد میگیره و فکر میکنه که میشه همچین مؤسساتی رو زد، میشه فاند گرفت، میشه عضو گرفت و میشه لابی انجام داد. دقیقاً هوشنگ امیراحمدی کار برعکس رو داشت انجام میداد، لابیگری آمریکایی‌ها رو تو ایران میکرد، این اومد لابیگری ایرانی‌ها رو توی امریکا انجام داد، این آقای تریتا پارسی. اما چی شد که رابطه‌اش با
دولت مرده ایرانی قوی تر شد و اصلا از کجا به معنای واقعی کلمه نایاک شکل گرفت. نایاک اواخر 2002 و اوایل 2003 به معنای واقعی کلمه تونست لابیگری‌های خودش رو بزنه بعد از اتفاقات 11 سپتامبر و اون اتفاقاتی که افتاد. میدونید که همین تریتا پارسی خودش با یکی از سناتورهای امریکایی بابنی اگر اشتباه نکنم ارتباط داشت، یکی از سناتورهایی که حسابی هم به لابیگری و رشوه و چیزهای مختلف توی امریکا معروف بود و حتی سال 2006 هم محکوم شد و افتاد زندان که حالا جلوتر بهش میپردازیم. اما رابطه فؤاد زیاد با نایاک چی بوده؟ فؤاد زیاد که چقدر اسمش سخته، اصطلاحاً یک شخص پولداری بوده که توی کازینوهای لندن حسابی رفت و آمد داشته. حتی توی پرونده 2 میلیون پوند اصطلاحاً تو کازینو میبازه. بعد از اون متوجه میشن که 91 میلیون پوند توی یکی از کازینوهای لندن قمار کرده بوده و در مجموع 25 میلیون پوند باخته بوده، یعنی پولای بادآورده بود، حالا از کجا بوده ایشون میبازه. که سال 1381 میاد با چند تا از سناتورهای امریکایی توی یکی از کازینوهای لندن دیدار میکنه، از جمله همین آقای بابنی که بهتون گفتم که با تریتا پارسی هم ارتباط داشته. این چهره تریتا پارسیه و حالا جلوتر هم میرسیم به علیرضا مهدوی. این چهره حالا راجع به اینا صحبت میکنیم. آقای فؤاد زیاد که این چهره است، فؤاد زیاد با این چهره میاد توی یکی از کازینوهای لندن دیدار میکنه و هدفش هم این بوده که بگه آقا توی مجلس سنای امریکا توی جای مختلف یه لطفی بکنید این تحریم‌های ایران رو کم بکنید. و حالا به نوعی گفته بودن که رشوه داده بوده به این شخص، همین فؤاد زیاد، که این یعنی که بابا اشتباه بودم، این فؤاد زیاد اینه، این که هوشنگ امیری فؤاد اینه. دارم لایو اجرا میکنم و حال سخته دیگه، همزمان هم توضیح دادن هم تصاویر نشون دادن، ولی خب سعی میکنم که با کمترین خطا براتون اجرا بکنم. همزمان دارم دیتا رو هم کنترل میکنم و این تیک‌های پازل رو هم کنار هم میذارم. میبینید که این نایاک چقدر پیچ در پیچ و چقدر تو در توه، یعنی واقعا من کلکوپرم ریخت بود بخواستم اینا رو به هم دیگه ارتباط بدم، ولی خب تمام تلاشم میکنم که اتفاق انجام بشه. فؤاد زیاد میاد خلاصه رشوه میده به این سناتور و میگه که آقا یکم تحریما رو کم بکن. از اون طرف سال 2001 یعنی دقیقاً چند هفته بعد از این دیداری که با بابنی داشته، شاید به عنوان دستمزد 120 میلیون دلار توسط وزارت دفاع بهش پرداخت میشه که بیاد و یه دونه هواپیمای سلطنتی برای دولت ایران بخره و به نوعی تحریم‌های امریکا رو دور بزنه. هواپیمای سلطنتی رو هم میبینید که خیلی آرزوی سوار شدن توی این هواپیما رو دارن. یه هواپیمای عجیب و غریبی که میخواست این رو برای دولت ایران و برای مقام‌های ایران بخره که نتونست این هواپیما رو بخره و پولش هم هیچ وقت بر نگشت و این فؤاد زیاد که اومد این اصطلاحاً هواپیما رو بخره نتونست و متوجه شدن و خلاصه کار در اومد. سال 2001 که نایاک تشکیل میشه، این آقای بابنی که یکی از سناتورها بوده، خب قبلا هم با این چهره هوشنگ امیراحمدی ارتباط داشته. حتی میتونید تصاویرش رو هم ببینیم که اینجا این سناتوره اومده با آیاک مذاکره کرده و صحبت کرده و یه فرش نفیس ایرانی بهش میدن و توی جلسات مختلف اکثر سیاستمدارهای امریکایی رو میبینید که در این شورا بودن و همزمان با نایاک هم ارتباط داشتن. و بعد از اون هم تا سال 2007 تریتا پارسی و نایاک ارتباط داشتن با این سناتور و سال 2007 این شخص به خاطر لابیایی که انجام داده بوده، یعنی همین سناتوره، و به خاطر رشوه‌هایی که گرفته بوده و پول‌هایی که گرفته بوده میفته زندان. 30 ماه براش زندان میبرن که فکر کنم 17 ماه بیشتر نمیکشه و بعدش میاد بیرون به خاطر اینکه سابقه نداشته و خلاصه شخصی بوده که رشوه
زیاد میگرفته. اما خب توی همون چند سال، یعنی از 2001 و 2 تا 2006 و 7 دیگه حسابی نایاک لابیای خودش رو زده بود و ارتباطات خودش رو هم با افراد مختلف گرفته بود و هم با سیاستمدارای داخل ایران و هم با سیاستمدارای خارج از ایران و دیگه عملا نیازی به همچین سناتوری دیگه نداشت. جاپا خودش اصطلاحاً سفت کرده بود. میتونم حتی اشاره بکنم به افشاگری یه شخصی به اسم حسن دایی که این اومد گفت آقا این نایاک لابی جمهوری اسلامیه و برد توی دادگاه. یعنی بعد از اینکه اون شخص افتاد زندان، یعنی اون سناتور اومد یه دونه پرونده باز کرد توی دادگاه، گفت آقا، یعنی جز اولین نفرایی بود که لو داد که اصطلاحاً نایاک لابی جمهوری اسلامی، که بازم میگم نایاک حسابی این قضیه رو گردن نمیگیره و میگه که نه همچین چیزی نیست و ما اصطلاحاً لابی جمهوری اسلامی نیستیم، که حالا جلوتر هم میتونم بهتون حالا نشونم بدم. این توییت نایاک هستش که به حال گفته که ما هرگز لابی و نماینده هیچ حکومتی نبود و نیستیم و از مطالبات برق مردم ایران قویاً حمایت کرده و میکنیم. ما هم مانند همه جهانیان تحت تاثیر شجاعت و جسارت زنان و دختران ایرانی هستیم که برای حق تعیین سرنوشت خود دلیرانه مبارزه میکنن. خب این هم دفاعیه نایاک بوده. اما برسیم به این حسن دایی که سال 2008 یک پرونده رو تو دادگاه تشکیل میده و میگه که نایاک لابی جمهوری اسلامیه و بعد از اون شکایتی رو نایاک از حسن دایی میکنه، به نوعی میخواد ضرب شست نشون بده به بقیه و بگی که اگه کسی بخواد همچین حرفی رو بزنه ما درجا میریم ازش شکایت میکنیم. چند سال بعد، یعنی تقریبا 2-3 سال این دادگاه طول میکشه، حسن دایی به نوعی در دادگاه اول محکوم میشه به اینکه نتونسته اثبات بکنه این قضیه رو، اما اسناد و مدارکی رو میاره که نایاک لابی جمهوری اسلامی. همین قضیه شست قاضی پرونده رو خبردار میکنه و حکمی رو حسن دایی میگیره که کامپیوترها و سیستم‌های نایاک رصد بشن و اصطلاحاً پایش بشن، ببینن چه اطلاعاتی توی سیستم و کامپیوتر و موبایل‌های نایاک هست. از این حکم دادگاه سرپیچی میکنه نایاک و میگه که ما این کار رو انجام نمیدیم. دفاعش هم این بوده که ممکنه اسناد و مدارک رسانه‌ای بشه، هر چند یه سری اسناد و مدارک لو رفته بود مبنی بر اینکه مثلا اومده بودن لابی کرده بودن که احمدی نژاد بره توی دانشگاه سخنرانی بکنه و اصطلاحاً یه پولی گرفته بودن از اون دانشگاهی که احمدی نژاد بره صحبت بکنه، یا حتی ماجرای شرکت آتیه بهار لو میره اسناد و مدارکش، که حالا شرکت آتیه بهار هم جلوتر به شما میگیم که خانواده نمازی توی این شرکت بودن و اینا. حالا که جلوتر رسیدیم بهش بهتون توضیح میدم که اصلا ماجرا از چه بوده. خلاصه پرونده تا سال 2015 کش پیدا میکنه، یعنی هولوش 6-7 سال نایاک راه نمیاد و پرونده کش پیدا میکنه. حتی سال 2013 توی یه مرحله 183,480 دلار و 9 سنت، یعنی دقیق، نایاک جریمه میشه و به خاطر اینکه همکاری نکرده با دادگاه و اجازه نداده که کامپیوتر رو بگردن و چیزهای مختلف. و حکم دادگاه هم میبینید که این حکم دادگاه برای نایاک 183,000 رو ببین، من زوم میکنم ببینید، میتونم بیشترم زومش بکنم که قشنگ دوستان ببینن. 183,480 دلار و 9 سنت برای اینکه آقای حسن دایی شکایت کرده بوده و روند پرونده اونقدر طول کشیده بوده، میبازن دادگاه رو نایاکیا و باید پرداخت بکنن. تو میتونم آروم برم پایین برای کسایی که زبان انگلیسیشون خوبه میتونن ببینن که توی این پرونده نایاک وقتی که دادگاه رو میبازه و باید پولو بده چه نکاتی بهش اشاره شده بوده. تند میرم پایین، میتونید تصاویر خودتون استاپ بکنید یه ذره و کل پرونده رو بخونید که خیلی پرونده زیاده، هلوش 32 صفحه است. میتونم تا پایین و اسناد کل پرونده رو که منتشر شده و بعد از اون حسن دایی تونست سری اسناد رو بکشه بیرون و بهتونم گفتم یکی از این شرکت ها شرکت آتیه بهار بوده که مار خانواده نمازی بوده، مثل علی نمازی، سیامک نمازی و باقر نمازی. چهره سیامک نمازی و پدرش رو هم میبینید که از اعضای میگن اینا هم نایاک هستن
و ارتباط دارن این اشخاص. پدرش تو زمان پهلوی استاندار استان خوزستان بوده و سیامک خودش مدیر شرکت آتیه بهار شاخه بین‌المللیش اگه اشتباه نکنم توی سوئده که این شرکت بیشتر اگه چارت سازمانیشون هم پدرش هم ببینیم این تصاویرش توی زمان پهلویه. این هم چارت سازمانی شرکت آتیه است که آتیه اینترنشنالش در وین توی اتریش، شرکت بورنا رو دارن، شرکت آتیه روشن رو دارن و شرکت های مختلفی که این گروه آتیه داره و امثال سیامک نمازی که اصطلاحاً توی نایاک هستن. حالا میخوام اعضاشون رو به شما بگم و بعدش هم بگم که چه کارهایی رو این شرکت ها انجام داده. یا مثلا شخصی به اسم بیژن خواجه‌پور که اینجا شعرش رو میبینید. آقای بیژن خواجه‌پور هم یکی از کسانی بوده که جزء مؤسسان اصطلاحاً شرکت آتیه بوده و تونستن که پولهای زیادی رو از ایران خارج بکنن. حالا این شرکت آتیه چی بوده؟ اگه یادتون باشه چند سال پیش یه ویروسی اومد توی کامپیوترهای نیروگاه هسته‌ای به اسم ویروس اکستاکسنت که بعدش لو رفت که یه سری از کامپیوترها طبق ادعای مقام‌های ایران از شرکت سیمنس خریداری شده بوده. این شرکت که این کامپیوترها رو به ایران فروخته بوده، این کامپیوترها رو آلوده به ویروس اکستاکسنت کرده بوده که منجر به انفجار نیروگاه‌های هسته‌ای می‌شده که اگر واقعا اتفاق می‌افتاده عملاً نسل ما ایرانی‌ها کلاً تو ایران منقرض می‌شده. شرکتی که اومده و این کامپیوترها رو خریده شرکت آتیه بوده، آتیه سازان که حالا به شرکت آتیه بهار هم معروف بوده، نسخه ایرانیش آتیه بهاره. چجور میشه شرکتی که میاد پروژه های صنایع هسته‌ای ایران رو میگیره و توی ایران پروژه انجام میده، یه شاخه بین‌المللیش میره با نایاک کار میکنه و اصطلاحاً پروژه های مختلفی رو انجام میدن. جالبه نه؟ حالا به نکات بالترش هم میرسیم که هر چند مسئولان نایاک و کسانی که در نایاک هستن میگن که آقا ما سازمانمون یه سازمان ضد جنگ و ضد تحریمه. چرا که معتقدن که نباید تو ایران تحریم صورت بگیره. چرا؟ چون امثال این شرکتایی که دارن باهاشون کار میکنن خب اگه تحریم بشه که دیگه نمیتونن کار بکنن دیگه. هرچند با دور زدن تحریم ها کارو میبرن جلو. از اون طرف عده معتقدن که نایاک توسط یه سری از سیاستمدارای ایرانی تحت کنترل، بهشون مثلا پیشنهاد میدن، میگن آقا فلان تجهیزات فلان امکانات رو برای ما از امریکا، از سوئد، از هلند، از فلانجا بخر بیار ایران، از اون برم تو سود مالی میکنی، تو هم در کنارش برای ما لابی بزن توی امریکا که ما تحریم نشیم، اتفاق خاصی برامون نیفته. میتونیم اشاره بکنیم به ایمیلی که تریتا پارسی سال 2006 برای ظریف زده بوده و توی این ایمیل گفته بوده که خبرهایی به ما رسیده که جان بولتون، تصویر هم میتونم براتون بزرگ کنم ببینید، حالا جان بولتون از سنا رأی نمیاره و اون موقع تریتا برای بابنی کار میکرد که اون موقع سال 2006 تریتا پارسی این آمار رو داشته به ظریف میداده. حالا چه لزومی داره که تریتا پارسی بیاد آمار سناتورهای امریکایی رو به ظریف بده؟ خودش در نوع خودش هم جالبه دیگه. حالا ما میتونیم حتی اسامی چند تا عکساشون رو حتی من میتونم بهتون نشون بدم که چجوری این افرادی که با جمهوری الان در حال حاضر، این هم نکته هم بگم که در حال حاضر مدیر نایاک شخصی به اسم جمال عبدی، این چهره سال 2018 تریتا پارسی از اصطلاحاً نایاک جدا شد و جمال عبدی اومد گرفت این قضیه رو. و جالب بدونید که سال 2018 درآمد نایاک تقریباً $1,000,000 بوده که $218 به تریتا پارسی رسیده و $111,000 به این چهره آقای جمال عبدی رسیده به عنوان مؤسس که 37% کل درآمد نایاک بوده و خلاصه
درآمد داشتن اینها. میتونم حتی به درآمد سال 2019 هم برای شما اشاره بکنم، ببینید رقم های میلیونی، تقریبا 1 میلیون دلاری رو اینها نایاک دریافت کرده بود. این برگه اظهارنامه مالیاتیشون هستش در امریکا. میدونید که این برگه اظهارنامه مالیاتی توی امریکا، اینجا هم این پایین میتونید جمال عبدی اسمشو ببینید، کاملا در دسترس هستش و همه میتونن ببینن. آنچنان چیز پیچیده نیست و هر سال تقریبا اصطلاحاً این افراد مثل جمال عبدی و خود نایاکی 1 میلیون دلار درآمدشون، هرچند میگن که ما درآمدمون از کمک‌های مردمیه و تنها 20% از درآمدهای ما به صورت فاند، 80%ش توسط کسایی که عضو هستن انجام میشه. آماری که خودشون سال 2016 داده بودن گفته بودن که ما 70,000 عضو داریم، هرچند کسایی که توی نایاک هستن و دارن کارت عضویتی که ندارن، یعنی هر کی الان عضو باشه گردن نمیگیره، به خاطر اینکه گنده سری کارهایی که نایاک کرده بوده بالا اومده و به خاطر همین یه سری سخنرانی‌ها و چیزای مختلف کردن که قشنگ داشتن اتفاقات توی ایران رو ماسمالی می‌کردن به نفع دولت مرده ایرانی. البته خب خیلیشون الان گردن نمیگیرن که با نایاک همکاری می‌کردن و حالا جلوتر هم میرسیم به افرادی که با نایاک همکاری می‌کردن و عملاً خیلی از ویدیوهاشون توی یوتیوب، توی سایتشون، چارت سازمانیشون، اخبارش، همه ایناشون رو منهدم کردن که کلا هیچکی نفهمه که چی داره پشت پرده نایاک میگذره. اصلا چه دلیلی داره که سال 2006 بیاد تریتا پارسی به عنوان مؤسس نایاک با جواد ظریف ایمیل کاری بکنه و آمار یکی از سیاستمدارها و افراد مختلف رو به ظریف بده، که بعد از اون هم گندش بالا اومده بود که یه سری از پیام‌های محرمانه بیت رهبری ایران از طریق جواد ظریف تریتا پارسی رسیده بود مؤسسه نایاک که بعد از اون افشاگری کرده بودن و این اخبار اومده بود بیرون. خلاص یه دونه بدوبستون دوره همه دیگه بین تریتا پارسی و این افراد. اما افراد زیادی عضو نایاک هستن، مثلا رضا اصلان که خودش هم در یک ویدیو اومده بود گفته بود که من مثلا رفتم با خاتمی دیدار کردم، اکثر اعضای نایاک دیدار کردم با مسئولان ایرانی، مثلا با چه خنده ای اومده و دیدار کرده. یا مثلا لیلا زند رو میبینه، یکی از کسایی که میگن توی نایاک عضویت داره و با مقام های ایرانی عکس داره و اسم خودشون هم گذاشتن نایاک شورای هماهنگی ایرانیان امریکا، که هر چند سال 2019 هم یه سری طوفان‌های توییتری اتفاق افتاد و خیلی از ایرانی‌ها گفتن که آقا نایاک نماینده ما نیست، ما اصلا فرار کردیم از دست همین مسئولین اومدیم امریکا، بعد اینا میرن با همون مسئولین عکس میگیرن. چه مثلا سیستمیه؟ یا مثلا این چهره خانم شری حکیمی که جالب بدونید که این خانم شری حکیمی توی دیدار کنشگران زن همین چند هفته پیش با مقام‌های امریکایی حضور داشته و در خصوص اعتراض زنای ایرانی ایشون رفته با مقام‌های امریکایی دیدار کرده. یعنی جزء کسایی بوده خانم شری حکیمی که این تصویر رنگیشه اینها، که بعد از اینکه تو این چند وقت گذشته دیدیم میگه زنای ایرانی رفتن توی خیابون‌ها و برای آزادیشون تلاش کردن و خیلیشون کف خیابون‌های ایران جون دادن و با شعار زن زندگی آزادی و مرد میهن آبادی داشتن تلاش میکردن. یکی از این اعضای نایاک بلند شد رفت تو جلسه سناتورای امریکایی و مقامای امریکایی و چیزای مختلف میبینیم دیگه، اینا دیدار کنشگران زن ایرانی با مقامای امریکایی درباره اعتراضات ایران. یعنی یکی از اعضای نایاک رفته با مقامای امریکایی دیدار کرده. حالا این خانم شری حکیمی کیه؟ ببینید از افتخاراتش چی میگه. Close your eyes and think of a celebrity چشمانتان را ببندید و به سلبریتی فکر کنید که عاشق عکس انداختن با that you would love to have your photo taken with. من نمیگم. Angelina Jolie. Okay. I'm going to share mine. There we go. There's mine. So that's me in the middle. از افتخارات خودش عکس با ظریف رو میبینونه و برای مردم تو ویدیو پروژکشن پخش میکنه. همین خانم شری حکیمی که الان جز اعضاییه که با مقامات امریکایی دیدار میکنه برای حق زنای ایرانی. خودش یکی از کسایی بوده که میگفته آنجلینا جولی و کسای دیگه از افتخاراتشون این بوده که با ظریف عکس انداختن. خب مشخصه این آدم این رفتارش تفکراتش از چی نشأت میگیره. چقدر خوشحال عکس گرفته. Javad Zarif on my left and the UN ambassador from Iran on my right. As was mentioned, I'm a public policy student, or I was a public policy student
and meeting Foreign Minister Zarif was one of my sort of celebrity rock star moments. Good morning, everyone. بله ایشون هم خانم شری حکیمی هستن. ببینید که دیدار آمریکایی. Gathered today as we see remarkable displays of courage throughout Iran. ما گرد هم اومدیم که شاهد این باشیم که یادم رفت شاهد شجاعت زنان ایرانی و خارق‌العاده کلاً مردان و زنان ایرانی توی ترجمه باشه. پس این خانم شری حکیمی که از اعضای اصلی نایاک هستن که ما می‌بینیم. بعد میخوام به شما بگم یکی دیگه هم هست اینجا، اینو هم به شما نشون بدم. این چهره علیرضا مهدوی و جالب یکی از کساییه که توسط امریکایی‌ها مجوز اینو داره که با سرمایه‌گذاری $500,000 به بالا بتونید گرین کارت امریکا رو بگیرید. ایشون هم یکی از اعضایی هستش که توی نایاک هستن که چند وقت پیش شبکه خبری NBC امریکا در سال 2015 اگر اشتباه نکنم خبر تفتیش خونه این آقا رو منتشر کرد، آقای علیرضا مهدوی رو، که گفته بود که این شخص دستگاه حساس الکترونیکی رو برای ایران خریداری کرده بوده و با دور زدن تحریم ها این دستگاه رو فرستاده بوده ایران. خبر تفتیش خونش رو منتشر کرده بوده. این یکی دیگه از اعضا بوده. نفر بعدی حالا افراد زیادی هستن، جلوتر بهشون میپردازیم. میخوام به شما بگم که چجوری وظیفه مالکشی رو دارن برای اتفاقات تو ایران. سالهای این برگه مالیاتیشونه. سال 2019 که اینترنت داخل ایران قطع شد و کلا توی ایران ما اینترنت نداشتیم به خاطر اعتراضات مردم کف خیابون ها، نایاک که خودش رو جزء مؤسساتی میدونه که حامی مردم حامی ایرانیان امریکا هستش، باید خبر درست رو منتشر میکرد. طبیعتاً دیگه خبر درست هم این بوده که آقا دولت ایران به صورت دیکتاتوری گونه اینترنت مردم رو قطع کرده، اینترنتی که همه مردم حق دارن بهش دسترسی داشته باشن. اما چی توییت کرده باشه خوبه، دارید خودتون میبینید. اومده گفته که اینترنت ایران به دلیل تحریم های امریکا مسدود شده. خب این اگر ماست مالی کردن و سرپوش گذاشتن روی اتفاقات ایران نیست که بعد بهشون میگن لابی جمهوری اسلامی تو امریکا بهشون برمیخوره میرن شکایت میکنن. خب اعمال رفتارتونه دیگه. حالا جلوتر به چیزای بالاتری هم میرسیم. یا مثلا یکی دیگه از ویدیوهایی که از از این دوره همیشون که میبینید لوگوی نایاک هم هست، از عادی سازی کردن در یکی از کارهایی که اینا میکنن هستش که شرایط ایران رو گل و بلبل نشون بدن، ایران همه چیز رو خوشگل نشون بدن و بگن که همه چیز تو ایران خوشگل شیک و مجلسیه و اصطلاحاً وظیفه دارن که اصطلاحاً ماسمالی بکنن، پفمالی بکنن. بعدش از اون برم جمهوری اسلامی میگه خب بیا حالا این پروژه رو بگیر، به این وسایل رو برای من وارد کن، این ماشین رو برای من بخر، این هواپیما رو برای من بخر. اینجوری بهشون دستمزد میدن طبق اسنادی که اومده بیرون. ما نیست اسنادش اومده بیرون. خب ببینیم چی میگن و چه جوری دارن ماسمالی میکنن. I was in Iran recently, about 9-10 months ago, and you talked to all of them. I talked to all of them. داره راجع به خاطرات ایرانش میگه. خب I went to Qom, من رفتم تو قم به عنوان یه توریست و به حرمی که در نزدیکی تهران بود رفتم که شاه عبدالعظیم هم نام داره. و ببینید خیلی جالبه به خاطر اینکه آدم‌ها درباره ایران حرف میزنن که همیشه شمال هستن. ببین داره ماسمالی میکنه که اینکه ایرانی‌ها چقدر غربی شدن، اینکه عاشق امریکایی‌ها هستن و طرز پوشششان. شما اگر به این حرم بروی میفهمی که اکثر آدم‌هایی که آنجا هستن هیچ مشکل فرنگی با جمهوری اسلامی ندارن. بعد همینی که این حرفو میزنه چند روز پیش توییت کرد بود زن زندگی آزادی، مردم ریختن تو خیابونا واسه حجابش. خب بابا خودتون دارید تو سخنرانیاتت میگید دیگه اینا مشکل فرنگی ندارن، حجابو مشکل ندارن. اینتون رو قبول کنیم یا اونتون رو؟ طرز پوشششان، نحوهی که شونات رو رعایت میکنن. ایران در افغانستان منافع داره. شما باید بفهمید که ایران کجا واقع شده، این منافع چه است. ببین درخواست از ایران برای دست کشیدن از برنامه موشک بالستیکش، اهداف جمهوری اسلامی دارن میگن، نیازهای جمهوری اسلامی دارن میگن، بعد بهشون میگن لابی جمهوری اسلامی بهشون برمیخوره.
unjust, you can name it, is بله این یکی از ویدیوهای ماسمالی کردن ایران. ویدیو بعدی که از اصطلاحاً جمال عبدی سوال می‌پرسن. I believe that those who are saying that President Obama should have a more robust way to help. بذار زیرنویس فارسیشو براتون بیارم. اول تریتا پارسی رو بیارم و بعدش هم جمال عبدی رو. بریم تریتا پارسیشو. I've not heard from anyone inside of Iran, at least من از هیچ کسی در داخل ایران نشنیدم یا دست کم از not in large numbers that they believe that there's anything in particular else. آمریکا باید کار خاص دیگری تو ایران بکنه. The United States should be doing. There is very کار بسیار کمی وجود دارد که آمریکا بتواند انجام دهد تا بتواند واقعا کمکی برساند. هر نوع کاری هم که میخواهد باشد. در طرف مقابل آمریکا میتواند خیلی آسیب بزند اگر کار اشتباهی انجام دهد. من فکر نمی کنم که مطلقاً کار درست این است که طرف هیچ کس را نگرفت. میگه که آمریکا کار درستش این بود که طرف هیچ کس رو نگرفت. Absolutely right to not take sides. If you ask the protesters رضا اصلان که الان مدیر شده. اگر شما از تظاهر کنندگان بپرسید همهشان یک چیز را میگن. این در خصوص اتفاقات 88. تریتا پارسی در صحبتاشو در خصوص اتفاقات 88 گفته بود. و نایاک یکی از مشاوران اوباما سال 1388 بودن، یعنی مؤسسه‌شون خودشون میگن مؤسسه‌شون یکی از مشاوران اصلی اوباما بودن سال 88 و ببین حالا بقیه‌اش میگه. They're all united in this. میگه تظاهر کنندگان آنها میگن که ما را تنها بگذارید. Leave us alone. There's absolutely مطلقاً هیچ چیز را وجود نداره که باراک اوباما بتواند بگوید تا به جنبش اصلاحی در ایران کمکی کرده باشد. nothing that Barack Obama can say to help. CNN به حال بخش شبکه خبری بود که اکثر سیاستمدارای آمریکایی میدیدنش، اکثر تحلیلگرای خارجی میدیدنش و وظیفه نایاک این بود که با این تلویزیون ها مصاحبه کنه. به حال این تلویزیون‌ها که نمیرن با آخونده تو ایران مصاحبه کنن، زبانش هم مثلا نمیکشه. اینا یه آخوند کرواتی بودن که رفتن اونجا صحبت کردن. The reform movement in Iran. Every word هر کلمه‌ای که از دهانشان در بیاد توسط رژیم، توسط طرفداران احمدی‌نژاد استفاده میشه. will be used by the regime, by the supporters of Ahmadinejad to تا این استدلال رو تقویت کند که همه قضایا چیزی جز دخالت خارجی their argument that this whole thing is nothing but a Western route. They all said the same thing. آنها تظاهر کنندگان همه یک چیز میگن. Stop reaching out. ارتباط گرفتن با ما را متوقف کنید. کی اصلا همچین حرفی زدن؟ To us, you're not helping the situation. Capitalism in Iran. به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک آمریکایی و به عنوان کسی که این کشور را مطالعه کرده است، داره خط میده. And as an American and as somebody who has studied this country and who has a real به عنوان کسی که آنچه در ایران میگذرد برایش واقعا مهم است stake in what's taking place in Iran. I can tell you میتوانم به شما بگم که تقریبا نظر اکثریت قاطع کسانی که در خیابان‌ها هستند این است که هرچه ایالات آمریکا بیشتر خودش را از این قضیه بیرون نگه دارد موفق تر کلمه دارد. یعنی عملا وقتی بهشون میگن لابی جمهوری اسلامی بعدشون میاد خودشون دارن میگن که آره بکشید خودتون از ایران بیرون، امریکا خودش رو بکشه بیرون، جای مختلف خودش رو بکشه بیرون، خود مردم میتونن کار بکنن. اما صحبت‌های اوباما شنیدنیه. اوباما میگه بزرگترین اشتباه این بود که سال 88 به من مشاوره اشتباه دادن. ببینید. There is deep dissatisfaction with the Iranian regime. Number two, that women in particular are chafing under. البته یه چیزی هم به شما بگم، یعنی من معتقدم که هیچ وقت آمریکایی‌ها و کسی از این کشورهای منطقه دوست ندارن که آخوندها و جمهوری اسلامی برن، چون از اونها باج بده‌تر، از اونها راحت‌تر، از اونها ارتباط راحت‌تر گرفتن دیگه وجود نداره. اگه 4 تا آدم باهوش و عاقل بیان کشورداری بکنن و ایران رو بگیرن، ایران میشه آمریکای دوم. آمریکا مگه اسکل یک کشور رو بذاره توش انقلاب صورت بگیره که یه رقیب واسه خودش پیدا کنه؟ ایرانی که اون همه ظرفیت داره، استراتژیک ترین کشور منطقه است، نمیدونم تنگه هرمز رو داره، اراده بکنه با بستن تنگه هرمز میتونه
نفت اروپا و امریکا رو 2 برابر بکنه. این همه ذخایر داخلی داره، ویژگی‌های بکر آب و هوایی داره، هاب منطقه است از دلیل کریدور هوایی. هاب منطقه رو داده به ترکیه، وضعیت گردشگری رو داده به دبی امریکا، نفت رو داده به عربستان. این همه ذخایر مختلف رو ایران داره. طبیعتا اگر توی ایران انقلاب بشه و یه آدمای بیان که قد علم بکنن واسه امریکا یا اسرائیل، فکر می‌کنین که میذارن؟ پس با وجود جمهوری اسلامی آخوندها نفر اول آمریکا اسرائیل که سود میکنه. بقیه‌اش رو ببینید. A series of not just systematic discrimination also against women. بزرگترین اشتباه When I think back to سالهای 2009 و 2010 2010, you guys will recall در کاخ سفید ما یک بحث مفصلی داشتیم. There was a big debate inside the White House about whether I should publicly affirm what was going on. این تفکر وجود داشت که میگن چون فعالان جنبش سبز از سوی رژیم تفکر وجود داشت. ببین چه مشاوره‌ای دادن به کاخ سفید اوباما. To the West, and there was some thought that we were somehow going to be با عامل خارجی بودن متهم می‌شدن. Street cred in Iran if اگر من از آنها حمایت supported what they were doing. اعتبارشون در ایران زیر سوال. And in retrospect, I think that was a mistake. اگر الان برمیگشتم به عقب این کارم اشتباه بود. Every time we see a flash, a glimmer of hope, of people longing for freedom, I think we have to روزنه از امید وجود داشته باشه. ما باید از اونها حمایت کنیم. Point it out. We have to. ببین چه مشاورای اشتباهی به اوباما داده بودن. طبق ادعای خود نایاکی‌ها، خود نایاکی الان دارن صحبت میکنن، میگن که دخالت خواهد. دقیقاً همون حرفایی که اوباما میزنه دیگه. بریم جلوتر. این چهره بحث نبات هم پیش اومده بود این بلاگره که دیروز هم یه دونه ویدیو منتشر کرده بود، نمیدونم گریه میکرد، میگفت من نمیدونم با بذارم الان براتون میارمش دیگه. امیدوارم فقط لود بشه که من دارم به صورت لایو براتون ادیتم میکنم. دوست از این بلاگرام پیداش کردم. ویدیو گریه منتشر کرده که به من گفتم من نایاکی نیستم. من رفته بودم تظاهرات دوست داشتم میشنید تصویرشو نه الان تصویرشو بهتون میگم. یه سری از این بلاگرها و افراد پرنفوذ هم ارتباط دارن، حالا مستقیم و غیر مستقیم، با نایاک که وظیفه عادی سازی شرایط رو دارن. این در حالی که فضای مجازی داخل ایران بسیار بهت زده است، بسیار مردم ناراحتن، مردم دارن کف خیابون‌ها جون میدن و کشته میشن، ما شاهد این هستیم امثال مثل صدف بیوتی، نمیدونم امثال مثل صدف، آقا بس دیگه بریم تبلیغاتمون رو بکنیم. چند روز پیش استوری گذاشت که آره من اگه تبلیغات نکنم بعد برم 3 شیفت کارگری بکنم. یعنی ببینید درآمد اینا از بلاگری و مفتخوریشون چقدر بوده که اگه برن 3 شیفت کار بکنن تازه میتونن هزینه‌های زندگیشون رو در بیارن که از فضای مجازی در میارن. خب بی دلیل هم نیستش که وقتی خانم صدف بیوتی تیکه آبی میگیره از فلان خانم ایرانی توی فیسبوک تشکر میکنه، بعد گندش بالا میاد که این خانم ایرانیه با نایاک در ارتباط بوده. بی دلیل نیستش که وقتی این چهره خانم مهسا علی مردانی که به عنوان کارشناس شبکه‌های مختلف تلویزیونی میارنش، با خوشحالی از بسته شدن پیج امیر تتلو صحبت میکنه. این چهره اومده بود و پیج امیر تتلو رو ریپورت کرده بود و توییت زده بود که خوشحالم که پیج امیر تتلو رو بستیم و فلان، با 4 میلیون، بیش از 4 میلیون فالوور و همچنین داشتن تیک آبی اینستاگرام. همین خانم مهسا علی مردانی که لهجه خاصی هم داره، خیلی هم فارسی نمیتونه کلیکم. چه اتفاقی میفته؟ پیج امیر تتلو با 4 میلیون بازدید کننده که خودش رو مخالف سیستم ایران میدونه، قشر جوان داره ازش تاثیرپذیری میگیره، قشر جوان میتونه ازش هدایت فکری بگیره، رو میان میبندن به بهانه اینکه آره ایشون داشته فساد تو اون جامعه رونق میداده. اونو کرده بودن بهانه،
همین خانم مهسا علی مردانی که عضو نایاکه میاد پیج تتلو رو میبنده. چیزی که رژیم ایران عاشقشه، چیزی که سیستم حاکم بر ایران عاشقشه که اتفاق بیفته، پیج تتلو که یکی از مخالفاشه بسته بشه. یه پیام میده به برای بچه نایاکی، برای بچه بالا، این برای داداش بزنین پیجش، این داره یکم برای ما اذیت کننده میشه. بعد ما میگیم ارتباط بلاگرها. این هم خانم نباته که اومده بود گریه و زاری و فلان و بیسان و بهمان. ببین امیدوارم خوب باشین. من الان رفته بودم تظاهرات ونکوور، یه دونه خانومی اون وسط به من حمله کردن و فحش دادن و از من خواستن که من اونجا رو ترک کنم، به خاطر اینکه توی اینترنت شنیده بودن که من از اعضای نایاک هستم و به خاطر همین به خودشون اجازه دادن که این کار رو بکنن. خب من زنی پلیس رو خبر کردم همون موقع. من خواستم بگم که درسته که شما بعضی وقتا این میتونید یه پیج فیک بسازید و هر چیزی که هر کی میگه رو باور کنید و شیر کنید، ولی خوبه که بدونید که بعضی وقتا این چیزایی که میذارید به قیمت جون یه آدم تموم میشه. جون یه آدم؟ شما که در امن‌ترین کشور دنیا داری زندگی میکنی، یعنی چی حرفا؟ خب من اگر که این یک ماه هر کاری کردم برای دل خودم، برای چی اگه هر کاری برای دل خودت کردی، برای چی الان یه ویدیو میگیری گریه میکنی؟ برای چی این تصاویر رو میذاری؟ برای چی ننه من غریب من بازی رو در میاری؟ بریم جلوت. این تصویر رو ببینید با دقت. نگار مرتضوی، تورج دریایی، شاهین اطمینان و نبات. نگار مرتضوی و شاهین اطمینان که برادر این خانم نبات هستش و سایر برابچی که هستن. ارتباطش رو بیاد بگه، ارتباط برادرش با نایاک چیه خانم نبات؟ یه چیز پیچیده ای نیست، خودش هم هست اونجا. بیاد بگه آقا چه ارتباطی ما این برابچه نایاکی داره؟ سواله. راجعم دیگه نمیخواد همه گریه بکنه، به در بزنه، به دیوار بزنه، به چپ بزنه، به راست بزنه. بیاد بگه چه ارتباطی داره. یا مثلا خانم صدف بیوتی، یادتونه موقع شلیک به هواپیمای اوکراینی توسط سپاه اومد چجوری ماجرا رو برد به یه سمت دیگه؟ عادی سازی. شاید عضو نباشن شاید هم کارت عضویت نداشته باشن، ولی خب دنده های یه سری افراد به اینها، خب اینا رو به اون سمت میکشونه و هرچند اگه عضو هم باشن شما فکر کنید 1% بیان بگن که آره ما عضویم، نه نمیان بگن. ویدیوهاشون هم دیدید دیگه، میرن جاهای مختلف سخنرانی میکنن. اصلا انقدر از این ویدیوها هست ببینید، حالا خودتون اصلا این تازه قسمت اولش بود، طولشه 42 دقیقه طول کشید. اگه بخوام راجع این برنامه نایاک بخوام بسازیم بعد 6 7 قسمت 42 دقیقه‌ای بسازیم. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید و ممنون. سعی کردم که تقریبا تمام موضوعاتی که ارتباط داشت با این نایاک رو به شما بگم، یا مثلا آره دیگه اینا رو همه گفتم، چیزی جانم بود. کف کردیم. ممنون که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید واسه ما کامنت بذارید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.